سه حقیقت پنهان درباره تام هنگس که احتمالاً نمیدونستید. تام هنگس بیش از 250 ماشین تایپ قدیمی داره و حتی اپلیکیشنی به نام هنگس رایتر ساخته که حس تایپ با ماشین تایپ قدیمی رو روی گوشیش شبیه سازی میکنه. اون این سرگرمی رو راهی برای حفظ تاریخچه ابزارهای نوشتاری میدونه. این خیلی برام عجیب بود. تام هنگس قرار بوده نقش اصلی فیلم ژان دارک رو بازی کنه، اما خودش نقش رو قبول نکرده و به میلا یووویچ رسید. هنگس بعداً گفته بود که از این تصمیم خوشحاله، چون فکر میکرده نمیتونه به خوبی در نقش یک جنگجوی تاریخی جا بیفته. تام هنگس برای فیلم نجات سرباز رایان نه تنها با سربازهای واقعی جنگ جهانی دوم مصاحبه کرد، بلکه روزها توی اردوگاه‌های نظامی آموزش دیده و حتی از خوردن غذاهای معمولی هم خودداری کرده تا حس گرسنگی و خستگی سربازها رو درک کنه.